خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا و سلام بر شما بینندگان عزیز شبکه وصال حق. باز هم برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ صفوی رو بررسی می‌کنیم. در اینجا دیگه به قسمت شیرین داستان می‌رسیم، به قسمت نابودی سلسله صفوی. زندگی شاه سلطان حسین صفوی است جلوی ما، آخرین پادشاه صفویان که در اصفهان حکومت کرد و حکومت این رو اشرف افغان و محمود افغان از بین بردن. شاید بعضی از بینندگان ما بگن که آقا چرا مگر شما وطنتو دوست نداری؟ چرا میگه قسمت شیرین در حالی که کشور ما توسط افغان ها تصرف شد، شهرها غارت شد، چرا میگه قسمت شیرین؟ ببینید، قندهار هم یکی از استانهای ایران اون وقت بود و مردم قندهار مثلی که حالا شما بلند شدید علیه شاه ایران مثال انقلاب کردید، هم بلند شدن علیه شاه دوران خودشون انقلاب کردن. مثلی که حالا شما جنبش 88 درست کردید، جنبش سبز رو، اونها هم بلند شدن جنبش درست کردن. و وقتی اصفهان گرفتن نگفتن اصفهان به قندهار ملحق شد، گفتن ما پایتخت ماست و همون اصفهان موندن. افسرانشون، دبیرانشون از کردستان بودن، از شیراز بودن، از شهرهای دیگه بودن. پس ما فقط میتونیم بگیم که یک کودتایی در ایران صورت گرفته که یک حکومت ظالم از بین رفت و حکومت بهتری ازش اومد. لذا ما خوشحال هستیم و میگیم داستان شیرین. اما این که بعدش افغانستان و ایران از یکدیگر جدا شدن داستانی طولانی داره که باز توی دنباله برنامه میگیم. منتها ببینیم که اصلا در اون وقت اوضاع چی بود، چگونه بود در زمان شاه سلطان حسین. این نکته است که ما باید بهش توجه کنیم. ببینید، باز در دنباله اینکه این شک شبهه از اون بیرون کنم که صرف اینکه فلانی در ایران حکومت میکرد دلیل نمیشه که اون آدم خوبی باشه و صرف اینکه فلانی مثال عربه یا ترکه یا ازبکه دلیل نمیشه که اون آدم بدی باشه. و دلیل نمیشه که ما بگیم آقا پادشاهی رو میخوایم، پادشاهی اون رو نمیخوایم. قتل عام‌هایی که صفوی ها در ایران کردن در مقایسه با کشتاری که افغان ها انجام دادن، باید افغان ها کسانی رو کشتن که مقصر بودن در جنایات، خیلی کمه. و نکته دیگه این که
شما باید از حال اوضاع زمان صفوی با خود به خوبی با خبر باشید تا مثل من خوشحال باشید از سقوط دولت صفوی. من یک مثال براتون میذارم. سالی از سالها من در جای زندانی بودم، در پاکستان بود، بیگناه و در حال تحقیق از من بودم. در همون شعبه تحقیق دیگه مثلا در زندان رسمی نبودیم، در دفترها در اداراتشون زندانی بودیم و گاه بیگاه از من تحقیق میکردن که بعد الحمدلله بیگناهی ما ثابت شد و ولمون کردن. منتها در دوران تحقیق طبعا ما دچار استرس بودیم، دچار ناراحتی بودیم و به دعا طبعا در این وقت انسان روی میاره، به دعا رو آورده بودیم و نگهبانان ما آدمای خوبی بودن، مختلف مرتب عوض میشدن، 8 ساعت به 8 ساعت 4 ساعت مواظب ما بودن و 8 ساعت به 8 ساعت عوض میشدن و اینها ما رو دلداری میدادن. در یکی از این دلداری ها یکی بود به نام اسلم خان، به خوبی به یاد دارم، به من گفت ببین شما چرا ناراحت هستی؟ شما که به دست مسلمان ها گرفتار شدید. من میگه به دست هندوها در جنگ بنگلادش گرفتار بودم و ما نماز میخوندیم هم چند تای ما رو اینا تیر میزدن میکشتن. 90,000 سرباز پاکستانی در جنگ بنگلادش اسیر شده بودن به دست هندیا. و شما که اینجا آروم هستید میبینید ما به شما کمک کنیم. راستی هم کمک میکردن، حتی گاهی به پول خودشون برای ما غذا می آوردن. این نگهبان ها مهربون بودن. من این حرفو که زد که من در جنگ بنگلادش بودم و اسیر هندیا شدم، رفتم به دوران کودکی خود وقتی که 13 ساله بودم کم و بیش و خونه ما دیگه پدر من کمی سیاسی بود، روزنامه رو همیشه مطالعه میکرد و سقوط بنگلادش و پیروزی هندوها برای پدر منم گران اومده بود و برای برادرای بزرگتر منم ناراحت بودن که چرا مثلا مسلمان ها حالا که پاکستانی هستن، ما که تو ایران بودیم مثلا در عمر خودمون پاکستان ندیده بودیم، ناراحت بودیم که چرا پاکستانی از هندوها شکست خوردن. توی روزنامه های خبری برادر من خود، من موقع کوچیک بودم درست معنیش هم نمیفهمیدم، که در یک سرباز چیز رو شکنجه میدادن، سرباز پاکستانی رو، اونا بنگلادیشی ها میگفتن رضاکار، یعنی نمیدونم داوطلب، حتما سربازای داوطلب اونها هموطن دیروز خودشون رو شکنجه میدادن با سیگار. واضحش نوشته بودن که تو اون خبر که اونطوری که برادرم خوند که 8 سرباز بر سر به یک دختر 10 ساله تجاوز کردن، سرباز قسمت غربی پاکستان، اون قسمت شرقی پاکستان بود. وقتی برادرم اینو خوند گفت اگر این راست باشه پس خوب شد که اینا شکست خوردن. این خبر تو ذهن من موند تا تقریبا بگم 40 سال یا 35 سال بعد که این آقای اسلم خان رو ما توی همون زندان دیدیم. و وقتی اینو گفت من فوراً ازش پرسیدم فلانی، یکم از داستان بود، می‌خواستم این سوال ازش بپرسم. از داستان ها گفت که از ظلمایی که هندوها کردن و از کار نامردی‌هایی که بنگلادشی‌ها با سربازان هم مذهب خود انجام دادن. باز گفتم این راسته که من یادم میاد که اون وقتا تو خبرها اومده بود که سربازای پاکستانی به هموطنان بنگلادش خودشون که اون وقت بنگلادش نبود تجاوز کردن. گوهان راسته. ولیکن باز دید که این من نمیفهم، خودش متوجه شد که باید این نمیگفت یا خاص اصلاح کنه. اونا به ما حمله کردن و به پادگان حمله میکردن و با زنهای ما این کار کردن و ما هم با زنهای اونا این کار انجام دادیم. منظور حالا چیست؟ منظور این است که من تو دلم گفتم حرف برادر من درسته، وقتی که شما این کارا رو با سر با هموطنان خود میکنید باید شکست بخورید. و ما دوردست بودیم، نمیفهمیدیم، افسوس میخوردیم برای اینکه چرا باید اینها از هندوها شکست بخورن. ببینید خداوند قوانینی داره. حالا ما هندو رو مثال زدیم در حالی که مثال ما درست نیست. افغان ها اهل سنت بودن، به سنت پیامبر بودن و اینها به سنت به اصطلاح کفر بودن. شیعه های دوره صفوی خیلی هاشون مطلقاً کافر بودن، بعدها اینا دین خودشون اصلاح کردن. نماز نبود، روزه نبود، شراب بود، لواط بود، هر چی بود. پس شما افسوس نخورید. من این منظورم به کسایی است که طرفدار هستن و فکر میکنن که افغان‌ها در کشور ما فتنه کردن. نخیر، اونها منجی بودن. حالا من بعضی از حالات اون دوره رو براتون میگم که شما متوجه بشید که وضعیت کشور ما تا چه حد خراب بوده. حالا چرا خراب شده؟
برای اینکه از اول این شاه اسماعیل که اومد بنای کار خود گذاشت به شراب، بنای کار خودش گذاشت به قتل، بنای کار خود گذاشت به لواط، به زنا و صد مسئله بدتر از اینها. خب این جامعه همینطور اینو گرفت گاهی پادشاه توبه میکردن برای 2 ماه 3 ماه و من جمله همین شاه سلطان حسین هم توبه کرد همین که به سلطنت رسید، چون که تب ملاگونه ای داشت. محمد باقر مجلسی تقریبا وزیرش بود، بهش گفت که من اولین دستوری که صادر کنم گفت که شراب حرام کن، کبوتر بازی رو حرام کن. خب شراب حلال بوده که این حرام کرد. یعنی محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام پادشاه قبلی هم بود، شاه سلیمان دیگه. چرا به این گفت که حرام کن؟ پس یعنی از اول این حلال بود و اینم دستور داد که این بازی ها ممنوعه. چند روز ممنوع بود، شراب ممنوع بود، دوباره آزاد شد چون که خودشون میخوردن. حالا چند داستان از دوران شاه سلطان صفوی تا شما ببینید که اینها چه وحشیگری داشتن نسبت به مردم خودشون. به شما گفته بودم که وقتی انسان از راه راست دور بشه هرگز سیری نداره. شهوت ها هرگز انسان نمیتونه که به آخرش برسه. شما میبینید در جهان امروز غربی ها که آزادی گذاشتن بر هر چیز، میبینید که بیشتر سرگردان هستند، با همه لوازم لهو و لعبی که دارند خوشحال نیستند و بیشتر میخوان و کارهایی رو انجام میدن که حال انسان به هم میخوره در هر زمینه‌ای. و گفتم که از زمان شاه اسماعیل اینها فساد اخلاقی رو شروع کردن به بدترین وجه و تا شاه عباس دوم کار به اینجا رسید که زنها رو می‌دزدیدن. شکار زنها براشون یک به اصطلاح تفریح بود که حتی زنهای سفیرها و بازرگانای خارجی هم دزدیده بودن که دفعه قبل براتون گفتم. این کار ادامه داشت دیگه. در بین اینها پهلوانان پیدا شده بود، اونا هم می‌دزدیدن. یعنی بزرگان دیگه، یک پادشاه فقط نبود که در هر جایی یک لیست عظیمی رو به اصطلاح رستم التواریخ که چند دهه بعد از سقوط صفوی کتابش رو نوشته، از عیاران و از به اصطلاح همین جاهل هایی که در هر جا هستند رو آورده که بزرگ محله بودن. اینها مثل شاه به هر فسادی دست می زدن. اما شاه سلطان حسین با اینکه وزیری مثل مولا محمد باقر مجلسی داشت، آیا بهتر از بقیه بود؟ نه خیر، بدتر از بقیه بود، بلکه بیشتر از اونها داشت. فقط هم دین داشت هم دنیا رو. هم مولا محمد باقر مجلسی داشت و مولا محمد باقر مجلسی هم چیزی کمتر از اون نبود. اونم دیگه کنیزای زیادی داشت و گفتیم که کنیزاش با لباسای فاخر میگشتن، یعنی دنبال عیش عشرت بود. اگر کسی نمیدونست که دین مذهب صفویت بده، خود شاید محمد باقر مجلسی از همه بهتر میدونست. به هر حال اینجا ببینید در چیز که این که گفتم 500 زن و 4500 کنیز داشت، برای تفریح اونا ببینید چی کار میکرد. ببینید این در کتاب همین رستم التواریخ نوشته، آن سلطان جمشید نشان، یعنی داره ازش تعریف میکنه، هر ساله در فصل بهار با 5000 نفر از اهل حریم خود، 5000 نفر به باغ‌های سلطنتی میرفت. یعنی فکر کن که 5000 نفر تو باغ سلطنتی با چقدر اون بزرگ باشه در همین، یعنی همش از پول مردم. و میفرمود نرخرها و ماده‌خرهای بسیار می آوردند و بر همدیگر می انداختند و از تماشای مجامعت آن خرها نمیدونم متلذذ می شدند و از فرط نمیدونم چه بی خود می شدند و زیبارویان آه از نهاد بر می آوردند. چرا که 5000 تا دیگه فکر کن که شاه سلطان حسین یک نفر بود و اونا 5000 بودن و یک شهوت جنسی وحشیانه ای داشت. چند نفر از اینا رو آورده بود که طاقت جنسیش اضافه کنه و مسابقه میذاشت که روزی 100 باکره رو من به اصطلاح بکارتشون از بین ببرم و روزی 100 تا به اصطلاح نامش میخواست توی کتاب کینگز اون زمان چی کنه. همه اینها جلوی چشمه علمای شیعه. علمای شیعه کنارش نشسته داره کتاب بهار الانوار دیگه کتابای شیعه رو مینویسه که امروز در حوزه های علمیه قم درس داده میشه. حقوق هم از همین آقا میگرفتن اون کتابا رو مینوشتن. ملت که به خاک سیاه افتاده بود دیگه. خب
اینا خمس اینا رو بعد از این چی کردن؟ رایج کردن بعد از رفتن صفوی‌ها که یک منابع مادی داشته باشن. تا اون وقت صفویت از زمان شیخ کرکی، این شاه طهماسب که بودجه برش تعیین کرده بود، مدارس اینها رو شاهان صفوی اداره میکردن. افغان‌ها که نون اینا رو قطع کردن دیگه همین خمس این چیزا رو اختراع کردن و از مردم پول کشیدن. و مردم هم دیگه کی بودن؟ مردم ایران همه رفته بودن، یا به ترکیه رفته بودن، یا به روسیه رفته بودن، یا به ازبکستان رفته بودن، یا به هند رفته بودن. دیگه از کارهای این حضرت آقا شاه سلطان حسین که وزیرش محمد باقر مجلسی باشه چیه؟ در هر سال تو همین کتاب نوشته شاه سلطان حسین 3 روز ورود مردان رو به بازار ممنوع میکرد، به بازار اصفهان. بازار اصفهان 3 روز زنانه کرد، مثلا مدافع حقوق زنانم بود. این زنان بودند که حق داشتند به بازارها و خیابانها بیایند و بر سر دکانها و بساط شوهران بیایند و بنشینند. یعنی مردا تو خونه زندانی میشدن، حق نداشتن بیان بیرون. خصوصا در قیصریه و کاروانسراها و در حجره‌های تجار زنان و دختران ایشان با زینت و آرایش بسیار بنشینند دستور داده بود. و آن سلطان جمشید نشان با اطرافیان خود به بازار رفته و از تماشای چهره زیبارویان و مصاحبت با آنان متلذذ میگشتن. هر طاغوت هم اینجوره. اون روز من یک فیلمی دیدم از قذافی، یک خانمی بیچاره با پرده اومد، با حجاب اومد جلوش، باهاش صحبت میکنه. این حجابشو بالا زد. یعنی یک پادشاه آیا نباید به رعیت خود اینقدر احترام بذاره؟ مثال یعنی فکر نکنید این چیزایی که بهتون میگن داستانم، جلوی چشم ما همین خبیث این کارو کرد که قذافی. یعنی زن اومده ازش یه چیزی بخواد، پادشاه مملکت است اومده یه چیزی ازش بخواد، اولین کاری که میکنه جلوی همه نفرها حجابشو بالا میزنه. و یعنی فکر نکنید این تعجب آوره. به هر حال با اطرافیان خود به بازار رفته و از تماشای چهره زیبارویان و مصاحبت با آنها متلذذ میگشتند. چرا؟ برای اینکه ببینید یک انسان که بذارین داستان تموم کنم با اون داستان بگم. و متلذذ میگشتند و هر زنی و دختری را که آن فخر الملوک میپسندید و تحسین میفرمود، اگر آن زن شوهردار بود و این خبر به شوهرش میرسید، آن زن را شوهر طلاق میگفت و پیشکش آن زبده ملوک مینمود و آن افتخار تاجداران آن جمیله را به قانون شرع انور، یعنی شرع رافضی ها، شرع محمد باقر مجلسی، به قانون شرع انور تصرف می نمود و او را با احسان و انعام باز به طریقه شرعیه انور مرخص می فرمود. صفحه 108 از کتاب این آقا. و باز به قاعده منهای مستقیم به خانه شوهر خود می رفت و همچنین اگر دختر جمیله را به خوبی وصل می فرمود چنین می نمودند. یعنی اگر دختر بود، زن بود که موقت از شوهرش طلاق می گرفتن، نمیدونم عده‌اش چیکار می‌کردن. و اگر دختر بود که به اصطلاح به همین طریق تصرف می‌فرمود. نویسنده نه این است که بخواد از شاه انتقاد کنه، هیچ چیزی رو متوجه شاه نمیدونه، فقط میگه که نابکاری ارکان دولت میگوید به جایی رسیده بود. ولی داستان دیگه شو ببینید، از ارکان دولت بعد میگه که وزیر اعظم این پادشاه عاشق پسری از خانواده بزرگان شده و جاسوسی را نزد او میفرستد. یعنی گفتم انسان که سیری نداشته باشه همینجاست، نمیدونه چیکار کنه. 5000 زن هم اگه داره یا صدها کنیز هم داره، باز دنبال یک راه انحرافی است. من در داستان یکی از همین پولدارا خونده بودم که در همون جوانی هر خاکی بر سر خودش کرده بود در همین دوران ما، و آخر کار به جایی رسید که هیچ کاری لذت نمیبرد. چیکار میکرد؟ دخترای 18 ساله رو براش می آوردن و به اصطلاح این ناگهان میگه از اتاق دیگه یک مرد مثلا قوی هیکل سیاه بیاد بیرون تا این بترسه. از ترسیدن همین دختر اون میخندید، خوشحال میشد. یعنی همچی وقتی انسان دیگه ذوق طبیعی رو ول کنه، به هر راهی کشیده میشه. و ما میبینیم لس آنجلس چه خبره، چون که از ذوق طبیعی انسان دور شد. چرا که همین گرسنگی که خدا برای انسان گذاشته، همین محدودیتی که گذاشته، این رحمت برای انسانه. شما که گرسنه نباشی از غذا لذت نمیبری، بلکه از غذا بدت میاد، دنبال بسای چیزای دیگه میری که به ضررته. همینطور در همه امور دیگه باز نمیکنه. حالا داستان این وزیر اعظم که عاشق یک پسری شده داره که این همه زن هم داشته، این ذوق کثیف نیست؟ و تازه این پسرم از خانواده بزرگان بوده. پسرای دیگه که تو قهوه‌خونه پر بودن، قهوه‌خونه پر بود از پسرای 10 تا 16 ساله در هر دوره‌ای. جاسوسی را نزد او میفرستد، او را به وصال خود راضی نموده و در مکانی از او حاجت میخواهد. اما از قبل از رفتن وزیر به آن مکان،
رندان دردمند و سینه چاک و سرهنگان متعصب بیباک که از این قضیه آگاه شده بودند با روحای پوشیده در کمینگاه آرامیده بودند. یعنی این وزیر اون بچه اون آدم بزرگ رو به یک جای خواسته، یک عده از همین عیاران به اصطلاح آدمای مثل خودش فهمیده بودن، رفتن اینجا پنهان شدن در همون مکان همون قرار. حالا کی اون به اونها جاسوسا بهش خبر داده بودن خدا میدونه. وقتی که وزیر احمق بی تدبیر ناهوشیار داخل محل قرار می شود و بعد از اینکه چند جام باده از دست ساقی شیرین شمایل درکشید و رندانه و مستانه معشوق یوسف جمال خود را در بر کشید و مشغول به بوس کنار وی گردید، ناگهان رندان عیار و سرهنگان مکار و بهادران و خونخوار از کمین بیرون آمدند. یعنی وقتی که با همون پسر به در یک جا نشست، ناگهان چیز بیرون اومدن، همون کسایی که در کمین نشسته بودن. اونا نیومده بودن که اینا را از هم جدا کنن. ببینید اونا چیکار کردن. و آن خانه بیرون آمدن و آن خام تبه را بر روی انداختند و به زور و غرور عمودای لحمی خود را بر سپر شحمی وی فرو کوفتند. در این کار خطرناک آن رندان بیباک چندان اصرار نمودند که نمیدونم دیگه بقیش خوندنم نداره، و ریش سبلت وی و آبرویش را تراشیدند و مقدش را داغ کردند و در برابر چشمش با معشوق دلپسندش به کامیاری مشغول شدند که در عالم رندی این اذیت و آزار روحانی، این دیگه این نویسنده است که مثل اونا بوده، بدتر از آن آزار و اذیت‌های جسمانی بوده و هر یک از راه گریختند و معلوم نشد که کیان بودند. صفحه 108 و 109 کتاب رستم التواریخ اومده که باز میگه به شاه خبر دادن. حالا به شاه خبر دادن و شاه حیران شد که نمیدونه که چیکار کنه، با وزیر اعظم شو به اصطلاح سوراخ کرده بودن. داستان ها از اینها زیاده. حتی داستان در اینجا هست که یکی از محله بیرون اومده، از دو زنی از چه بیرون اومده، از حمام به یک رندی رو گرفته برده در خانه ای و بهش تجاوز کرده. و مثل اینها در روز روشن، یعنی فکر کنید که همون روز قیامت که میگه به اصطلاح مردم در خیابونا این کارا رو میکنن، اینها دیگه نزدیک به اون شده بودن. طبعا چنین شهری رو خداوند بهش غضب میکنه. شهری که بر زنها ظلم میشه، به بچه‌ها ظلم میشه، فساد میشه، طبعا خداوند بر این شهر غضب میکنه و غضب خداوند در اینجا به صورت لشکر اهل سنت اومد بیرون و اهل سنت به شهر حمله کردن، این کار رو به جای رسوندن که حالا باز بهش میرسیم که مردم همین شهر مجبور شدن که حتی گوشت گوسفند مرغ سگ و برای در محاصره شدن، سگ و نمیدونم گربه و چرم حتی چرم رو خوردن برای اینکه سیر بشن. و این عذاب به خاطر کارهایی بود که در خود این شهر رواج داشت. البته در حدیثی حضرت عایشه از پیامبر برای ما نقل کرده که ازشون میگه از پیامبر پرسیدم، نفس حدیث من حالا به دقت یاد ندارم، مفهوم حدیث این است که آیا اگر عذاب بیاد صالحین ما هم هلاک میشه؟ میگه بله اگر فساد زیاد باشه، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در روز قیامت میگه البته هر کس به نیت خودش برانگیخته میشه. یعنی اگر در شهر آدمای خوبی هم بودن به شومی این شاهی که وزیرش علمای شیعه بودند سوختند و داستان مفصلش رو بنده برای شما تعریف خواهم کرد. کسی که به اون زن بی‌پناه، زنی که به اصطلاح شوهر داشته و از حمام بیرون اومده تجاوز کرده، پهلوانی بوده به نام محمد علی بیگ که به اصطلاح شاه براش خلعتی هم داده برای همین آقای محمد علی بیگ. و این یعنی کسی بهش نگفته که چرا چنین کاری کردی. و البته دنبال خبر این است که به قاضی رسیدن و قاضی ایشون رو گفته که این نمیدونم معاف هست، در حالت غلبه شهوت کرده و از این حرفا. یعنی شهر هرت شده بود کاملا. این چون که پهلوان بوده دیگه، پهلوان هم دیگه نمی ترسیدن از کسی و شاه هم دیگه شاه بی هیبت شده بود. این حتی به زرگر پادشاه که برای پادشاه و برای همین لشکر عظیم پادشاه 5000 تاش طلا می برد هم به اصطلاح چشم طمع دوخت و با دختر این سر سری پیدا کرد و هر روز خونه می رفت غذاش می خورد و باز به اندرون می رفت و با دختر صحبت می کرد. خبر به پادشاه رسید. پادشاه به وزیرش میگه که چرا مانع محمد علی بیگ نمیرسید، چون زرگر به پادشاه شکایت میکنه
پادشاه به وزیر میگه که چرا جلوی اینو نمیگیری؟ درباری‌ها دیگه خودمختار شده بودن. وزیر میگه که تو پادشاه عظیم شأنی هستی، خودت رو با این جزئیات آشنا مکن که کسر شأن پادشاهی توست. یعنی این چیزای کوچیک رو باید شما دخالت نکنی. و زرگر که از عدالت ناامید شد، خودش در غذای همین محمد علی بیگ زهر میریزه و این رو میکشه. به وقتی که خبر باز اینم به خاقان قیصر پاسبان میرسونن، به اصطلاح بزرگ دربار، میگه که این مسئول حفظ امنیت بود. میخنده، میگه هر کسی که با زرگر باشه پادشاه خیانت کنه چنین میشه. در صفحه 113 این کتاب اومده. پس میبینید که وضعیت چقدر خراب بوده. حتی کار به جای رسیده که هم غلام بچهای پادشاه هم در امان نبودن. ببین یک بیماری جنسی در کشور به وجود اومده بود. حتی حالا شما ببینید در اروپا هم همینجور هست. و من شنیدم که در نروژ بعضی وقتا تجاوز شنیدم دیگه، نمیدونم، حالا سالا پیش شنیده بودم که تجاوز جرم محسوب نمیشه. حتی شنیدم که بابا اگه مسته و به تو حمله کرد، تنها رو حق قانونی تو این است که ازش فرار کنی. اگه بهش بزنی یا چی کنی تو مجرم هستی. وقتی که جامعه فاسد شد، قوانین هم فرق میکنه. این جامعه از بالا تا پایین فاسد بود. جامعه از بالا تا پایین فاسد بود. در دوره فعلی که اینجور قوانین باشه، وای به حال دوره‌های قبل. یکی از اینا این است که شاه برای تفریح که بیرون میرفت، شاه که برای جنگ جایی نمیرفت، برای تفریح بیرون میرفت یا برای کار اداری که نمیرفت، خدمتکارانش مقداری عقب حرکت میکردن. خدمتکار پشت سر شاه میره. همین یکی از همین پهلوانان که محسود رستم و گیو و غیره بودن، به زور این خدمتکار از اسب پایین میکشه و باش کار بد میکنه و این میره به شاه شکایت میکنه. با چشم گریان به نزد پادشاه شکایت میبرد. شاه از وزیر اعظم خود میپرسد که چه باید کرد. وزیر در پاسخ میگوید، چون که وزیر هم خودش از همین طایفه بوده، یک آدم فاسد مثل اونا بوده، تو پادشاهی میباشی که به عظمت شأن تو در 7 کشور مشهور میباشی، به این جزئیات التفات مفرما. کار حتی به اینجا رسید که سفیر عثمانی هم از اینا در امان نشد. سفیر عثمانی، چون که این کار در همه کشور پراکنده شده بود، در همه جا انجام شده بود، سفیر عثمانی اومد شکایت کرد. ببینید، شاید شما بگید آقای فلانی تو دارید اغراق میکنی. من برای شما مثال از زمان خود ما میزنم. ببینید آمریکایی‌ها که حالا تو افغانستان هستن، هر چیز اینا به اصطلاح براشون فراهمه. هر چیز از قانونی براشون فراهمه. با خودشون سربازای زن مردم دارن. با خودشون بین خودشون هم حالا هر چیز آزاد شده، حتی همجنس‌بازی هم آزاد شده. ولی با این وجود حکایتایی که میرسه که یکیش فقط توسط اونم ایرانی‌ها فاش شد که 8 مترجم خودشون نمیدونم کار غلط کردن، یعنی به اونا شراب دادن، اونا رو مست کردن و بعد با اونا کار غلطی انجام دادن که این حرف به بیرون درس کرد. خبرگزاری ایران چون بر ضد آمریکا در اونجا کار میکرد، این خبر بیرون داد و شما از اینجا دیگه قیاس کنید. و چیزای دیگه ما میشنویم، کم و بیش زیاد میشنویم که از هلیکوپتر پیاده میشن در کوه‌ها که چوپانی است، برای اینکه مریضه. لذا این آدم چرا باید دنبال شاه که میره، هم بچه‌ای که دنبال شاه در حرکت رو پایین بکشه از اسب؟ برای اینکه جامعه مریض بوده. جامعه چجوری مریض میشه که اول خود شاه مریض بوده، 5000 تا زن داشته و بازم نمیدونم خانه‌های عجیب غریبی درست کرده بوده که سرسره درست کرده بوده که یکی از این ور سر می‌خورد پایین میرفته، یکی از اون ور سر می‌خورد پایین میرفته. استخراج درست کرده بوده که همش نشانه از یک نوع مرض، چون مرض جنسی هم یک مرضی است که انسان به شهوت جنسی مبتلا شد. ما کم بیش در این دوره معنیشو میفهمیم دیگه. این راه نجات نداره. جامعه به طور کلی راه نجاتش این است که عذاب خدا سرش نازل بشه. یعنی شما حالا فکر میکنید که بی‌بنده‌باری جنسی که در غرب هست، آیا این خودشون چاره‌اش میکنن؟ نمیتونن. چرا؟ این مثل هروئینه، نمیتونه. این باید یک عذاب خدا سرشون بیاد، بلکه خدا براشون عذاب هم آورده ها. مرض ایدز که قوم لوط شاید 1000 نفر نبودن که کشته شدن. مرض ایدز به قول خودشون تا حالا 50 میلیون رو کشته، بقیه هم تو صفن، ولیکن گویا حتی این عذاب براشون کافی نیست. یعنی مرض جنسی چیزی است که وقتی انسان
از راه خدا سرکشی کرد دیگه راه نجات نداره جز اینکه یک کسی بیاد اینا رو از بین ببره. و صفوی‌ها در آخر دوره خودشون به خاطر که از اول وضعشون خراب بود همینطور شدن. و شما در داستان شاه طهماسپ هم میرسید که همینطور هم از بین رفتن، که چون که نادرشاه میدونست که خود نادرشاه از اینا دست کمی نداشت، اون هم مثل اینا بود، چون که از همین دوره تربیت که هر جور باشد همینطور تربیت میشه. همین نادرشاه یک جایی از کشور خودشو گرفت، مرداش فراری شدن سر کوه، زناشو گرفت به 100 قسمت تقسیم کرد. تربیت زمان صفوی است دیگه، اعلی وسطا ادنا، و همین 1.5 نفر مردم کشور خودش رو به سربازای خودش به اصطلاح به کرایه داد و پولش خودش جمع کرد. این شاه بزرگ کشور ماست، نادرشاه افشار. چیزی کتابای خودشون، تاریخای خودشون نوشته. قوم لزگی ها رو و حالا از ایران جدا شدن، طبعا اونا دیگه با ما یک جا میشه. بله، بس کار حتی با سفیر عثمانی هم کشید که اونا اومدن آقا بینا شکایت کردن، مثل که حالا مثال بی‌بندآوری هایی که آمریکایی انجام میدن تو کشورهایی که هستن، اومدن بینا شکایت کردن که مرزدارای تو هم این کارا رو میکنن و این شاه رو، بزرگان شاه که حالا قدرتشون زیاد بود، چیکار کردن؟ به اصطلاح اولا که با اینا با بی‌ادبی رفتار کردن که نمیدونم شاه میاد و عثمانی‌ها رو از بین میبره، از این حرفایی که حرف به درد نخور نبود. ولی در شب 10 سکونت سفیر عثمانی و همراهانش، اون وقت سفیر دائمی وانه میستاد، میومد پیام میداد و میرفت، و همراهانش وقتی که با وزیر اون کار انجام بدن، با وزیر اعظم، خب معلوم است که سفیر عثمانی که نجات داره تو این شهری که شهر هرته. در شب 10 سکونت سفیر عثمانی و همراهانش عده‌ای با اشاره اطرافیان سلطان حسین همون درباری‌ها به محل اقامت سفیر و همراهانش ریخته. تعصب مذهبی هم تو این قضیه هست، چون اینا سنی هستن، و به تمام آنها تجاوز جنسی میکنند و سیبیل‌های آنها را میتراشند. تراشیدن سیبیل در آن زمان به معنای زن کردن یک مرد، تجاوز کردن به او، بی‌حیثیت کردن او و نفی مردانگی او بوده است. این پهلوانان اموال قیمتی آنها را هم میربایند. پهلوان هم هستند. وقتی که این جریان به گوش سلطان میرسد، از درباریان ماجرا را جویا میشود. درباریان به او میگویند ای جهان متا، تو بیشک فرزند حیدر کراری. هر کس تو را استخفاف می نماید به چنین بلایی مبتلا می شود. هر کس تو را استخفاف می نماید به چنین بلایی مبتلا می شود، چون که تو فرزند حیدر کراری. صفای باطن تو بیشک سنیان را رسوا نموده و به سزای خود رسانده. بعد از چند روز هم ایلچی را رخصت و بازگشت می دهند. خب به همچه ایلچی هم که برگرده دیگه چه کینه ای با اینا خواهد داشت. با سفرای هندوستان و ترکستان هم چنین معامله‌ای می‌کنند. و من در جای خونده بودم که با میرویس افخان و گروه، با خود میرویس افخان که پیرمرد بود نه، با گروهی با میرویس افخان هم همین کارو کردن که این براشون گرون تمام شد. وقتی که افغان‌ها ایرانی گرفتن، انتقام خودشون رو به خاطر این بی‌ادبی که انجام دادن به تمام قوا و تمام شدت گرفتن. همین نویسنده در جایش اذعان می‌داره که علت امداد نکردن ملوک و سلاطین با جاه و تمکین و آن سلطان جمشید نشان در وقت مغلوب شدن و عاجز گردیدن از طایفه افاقنه و 9 ماه در محاصره ماندن و شهرهای صفاهان را به قحط و غلا مبتلا کردن و مغلوب و مغسول و منکوب گردیدن همین وقایع قباحت آمیز بوده. میگه یعنی این کارا که کرده دیگه پادشاهی همسایه بهش کمک نکردن، طبعا حتی حمله کردن، بعضی شهرهاش گرفتن. این که میگه طایفه افاقنه، چون طایفه افغان ها تا اون وقت یک طایفه نامشهور بود، مشهور نبود. شما ببینید در افغانستان ما تاریخ کتبی افغان ها ندارن، و منظورم اونایی که به زبان پشتو صحبت میکنن. اونها یک طایفه، مثل که حالا ما به زبان گیلکی صحبت میکنیم، اما زبان رسمی ما فارسی بود دیگه. کتابای مثال مرزبان نامه به فارسی نوشته شده، حتی کتابای قدیمی ما. همینطور افغان ها هم بودن. اومدن صفوی‌ها یک ضربه به فارسی زد، به زبان فارسی و به قوم فارسی زد که مردم کارهای صفوی‌ها رو از چشم فارس‌ها دیدن و فارس‌ها حقیر شدن همه جا به خاطر این کاری که چه انسان عاقل میکنه که با سفیر رو نمیدونم با نفرای سفیر این کارو بکنه. لذا بعد از اون دیگه در خود افغانستان هم تاوان شومی صفوی‌ها رو فارسی‌ها با زبان‌های افغانستان هم دادن. البته نمیشه گفت تاوان دادن، ولی خود قوم پشتون هم بعد از اون بالا اومد و قدرت برای همیشه در افغانستان به دست گرفت. البته بحثی است که میشه یک بار با مفصل در موردش صحبت کرد. حالا
بحث ما نیست. ولی منظور این است که اینجا که میگه که یعنی به افاغانه که با هیچ کس باور نمیکرد که افاغانه افغان‌ها که قوم دور افتاده بودن بتونن اصفهان بگیرن و حکومت درست کنن و واقعا هم تجربه حکومت داری نداشتن، چون میرویس خان آدم زرنگی بود و نتونستن این پادشاهی رو ادامه بدن. داستان شیرین به اصطلاح سقوط صفوی رو براتون گفتم، اما خود داستان خیلی تلخه، چرا که نشون میده 300 سال پیش 350 سال پیش مردم ما در چه عذابی بودن و داستان خیلی مونده که بگم داستان شاه سلطان حسین طولانی است، اما این نکته هرگز فراموش نکنید که از این شاه سلطان حسین ما رهایی پیدا نکردیم. سایه شوم محمد باقر مجلسی بر حوزه‌های علمی قم، مشهد، نجف، کربلا هست و سایه شوم حوزه‌های علمی قم در جماران و تهران بر سر ما هست، بلکه در خونه‌های ما هست. ما هنوز از شومی سلطنت صفوی نجات پیدا نکردیم و شما را تا برنامه وقت تمام شده تا برنامه دیگر با خدای بزرگ میسپارم. بعد ما هفته دیگه همین وقت با برنامه جدید از سلسله برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ صفویت. الله حافظ، نگهدار شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.